ما اینجا در بند دشخیمان ضحاک ابن ضحاک خامنه‌ای دوم هستیم و امکان کمک و یاری و رساندن مالی به سیمای آزادی و مقاومت و جهاد که انعکاس رزم و درد و رنج مردم عزیزمان است برایمان میسر و مقدور نیست. لذا متعهد می‌شویم پرچم خونبار مقاومت را که حاصل درد و رنج و شهادت عزیزترین عزیزان از شهدای بنیانگذار تا وحید و یگانش بهروز و مهدی حسنی و مهدی خانکی و هزاران هزار است، گرچه بسیار سنگین و طاقت فرساست، با غرور و افتخار به دست گیریم و تا پای جان این پرچم سرخ را هر لحظه و هر مکان، هر بند و هر سلول در ذهن و قلب و گلوی خود فریاد کنیم. هیچگاه غفلت نورزیم، عقب ننشینیم و تا پای جان استوار و ثابت قدم بمانیم. از پشت همین دیوارهای بلند و سیمهای خاردار خطاب به برادر مسعود و خواهر مریم و همه حامیان مقاومت و آزادگان و به خصوص شهیدان که ناظر بر تک تک ما هستند میگوییم حاضر حاضر حاضر. اوین 18 مرداد 1405